از رواداری تا خودکامگی، نوشته ارنا پاریس. فصل 6. پاپ آوینیون و سختگیری بیشتر به یهودیان. بندیکت 13 ضد پاپ آوینیون، یکی از شریرترین چهره‌های عصر خود و به طریق اولا هر عصر دیگری بود. پاپالونای پیر زیرک، چنانکه در زادگاه خود اسپانیا مشفقانه به این نام خوانده میشد، با نام اصلیش پدرو دلونا، تجسم فتنه‌ها و دسیسه‌های زمانه بود. از بسیار جهات مقام دیرپای وی پیشایند پاپ شاهزادگان بعدی عهد رنسانس بود که تمهیدات دسیس چینی‌ها و زندگی مرفه آنها زمین ساز اصلاحات دینی پروتستانی شد. پاپ بندیکت و وینسنت فرر با هم دوست بودند. پاپ نزد فرر اعتراف می‌کرد و آنها یک شور و دغدغه واحد داشتند: عزم تغییر مذهب یهودیان اسپانیا. پدرو دلونا به فضل و دانش شهرت داشت و مدت‌ها پیش از آن که پاپ شود در پی بحث و فحص با علمای یهودی درباره حقیقت جهان شمول مسیحیت بود. در زمان مرگ کتابخانه شخصی وی شامل 1090 دست‌نوشته می‌شد که از بزرگترین مجموعه‌های آن زمان در سراسر اروپا بود. در میان آنها یک رشته مجادله معاصر و تاریخی علیه یهودیت به چشم می‌خورد. اما پدرو دلونا دلایل خود را برای تغییر مذهب یهودیان داشت که هیچ ارتباطی با شور و تعصب قدسی پیدا نمی‌کرد. پدرو دلونا در 1328 در یکی از اشرافی‌ترین خانواده‌های آراگون زاده شد. وی وارد حرفه کشیشی شد. به استادی شرعیات در دانشگاه مونپلیه رسید و در 1378 کاردینال دستگاه پاپی در آوینیون شد. دستگاه پاپی در 1309 و پس از آنکه فیلیپ شاه فرانسه ترتیب ربودن گستاخانه پاپ بونیفاس هشتم در روم را داد، به آوینیون منتقل شد. سال 1378 همچنین سال آغاز شکاف بزرگ غربی در کلیسای کاتولیک است که به تبعید بابلی نیز معروف بود. دورانی از ضعف اخلاقی در تاریخ کلیسا که می‌رفت تا مقدمات ایفای بهترین نقش را برای پاپالونا در طول عمرش فراهم سازد. دستگاه زحمت‌آفرین دوگانه پاپی در 1378 و در زمانی شکل گرفت که گزینش بحث‌انگیز پاپ نه با یک که با 2 مدعی مقام پاپی، یکی در آوینیون و دیگری در روم، فرجام یافت. آوینیون در سرحدات مرزی پادشاهی فرانسه واقع بود و دستگاه پاپی آن بیش از نیم قرن زیر نفوذ فرانسه قرار داشت. زمانی که اوربان نامزد رومی مقام پاپی گزینه برنده اعلام شد، فرانسوی‌ها بیدرنگ از قبول این نتیجه سر باز زدند و کاردینال رابرت از ژنو را پاپ آوینیون نامیدند. سیاسی بودن این راهبرد چنان آشکار بود که زمانی که رابرت پاپ کلمنت هفتم نامیده شد، شاه فرانسه با هیجان اعلام کرد که اکنون من پاپ هستم. حضور 2 پاپ، یکی در روم و دیگری در آوینیون، یک اعلام جنگ میان مسیحیان بود، زیرا هر یک از پاپ‌ها خود را نماینده کل مسیحیت می‌خواند و دربار خود را داشت و هر یک تحت حمایت کشورهای متخاصم رقیب بود. پیشنهاد شد که یک کلیسای مستقل این بنبست را حل کند، اما خود این پیشنهاد خشم هر 2 پاپ را برانگیخت. کلمنت هفتم به ویژه این حمله متصور به اقتدار خود را چنان جدی گرفت که ظرف 3 روز از شنیدن این ایده شوم در اثر سکته مغزی جان سپرد. زمانی که اثر ضربه مرگ کلمنت فروکش کرد، توافق شد که وقت آن رسیده که کلیسا دوباره متحد شود. اما کاردینال‌های آوینیون به رهبری پدرو دلونا عمیقاً خواستار حفظ موقعیت ویژه خود بودند. وجه زیانبار همه این صحبت‌ها درباره وحدت کلیسا از توجه دقیق آنها پنهان نمانده بود. بدون حضور یک پاپ در آوینیون، آنها دیگر کاردینال محسوب نمی‌شدند. پدرو دلونا راه حلی خودآمیز پیشنهاد کرد که به پاپ و کاردینال‌های آوینیون اجازه می‌داد قدرت خود را تا زمان تایید نهایی وحدت کلیسا حفظ کنند.
وی پیشنهاد کرد که هر کس به عنوان پاپ انتخاب شود، اگر اکثریت کاردینال ها درخواست کنند، خود به خود کنار رود. 18 تن از 21 کاردینال موافقت و سوگندنامه‌ای در این باره امضا کردند. یکی از آنها نیز به عنوان پاپ پیشنهاد شد. وی به تردید افتاد و سپس از این کار سر باز زد. او به صراحت اعتراف کرد که من سست عنصر هستم و ممکن است کناره نگیرم. ترجیح می دهم که در معرض این وسوسه نباشم. اما پدرو دلونا به سرعت مداخله کرد و گفت من اما به همان سادگی برداشتن کلاه از سر کناره می گیرم. بدین ترتیب کاردینال پدرو دلونا در 28 سپتامبر 1394 به عنوان پاپ بندیکت 13 انتخاب شد و لذا نظام پیچیده‌ای شکل گرفت که جهان مسیحیت را تکان داد و به اصلاحات دینی شتاب بخشید. دسیسه‌های پیچیده و پنهانی این پاپ، دولتمرد حیله‌گر و زیرک نیز موجب تسریع در دگرگونی جامعه اسپانیا شد. بندیکت 13 به عنوان یک بازیگر زیرک قدرت عزم آن داشت که تصور عموم را از مشروعیت خود از طریق ابزار عمده تبلیغاتی آن از تقویت کند. تصنیف‌های مردمی که توسط خوانندگان دوره‌گردی اجرا می‌شد که داستان‌های چاپلوسانه‌ای را درباره مقام پاپی وی می‌خواندند. این کار چنان شارل ششم پادشاه فرانسه را آزرده ساخت که در سپتامبر 1395 بندیکت را از ساختن سروده‌هایی درباره شکاف بزرگ منع کرد. اما به زودی معلوم شد که چیزی تغییر نکرده است. از سوی آوینیون تلاشی برای اتحاد دوباره دستگاه پاپی به عمل نیامد. جنبشی ائتلافی علیه بندیکت به رهبری روحانیون متنفذ دانشگاه پاریس به راه افتاد. گرداننده آن نیکولاس د کلمانژ شورمندانه از بندیکت خواست که کنار رود. وی استدلال کرد که بندیکت با این کار احترام ابدی، شهرت پایدار، بانگ تحسین همگان و شکوه پناه‌ناپذیری برای خود کسب می‌کند. کلمانژ وعده داد آنگاه که بندیکت کنار رود، رقیب وی در روم نیز به یقین همین کار را می‌کند و دوباره یک دستگاه پاپی واحد برقرار می‌شود. بندیکت که به یک حس متعالی تشخیص سرنوشت شخصی رسیده بود، زمانی که آن درخواست ناگزیر مطرح شد، به راحتی کلاهی را که قرار بود از سر بردارد فراموش کرد. وی متقابلا پرسید بالاخره چگونه میتوان مطمئن بود که رقیب رومیش نیز کناره‌گیری کند. وی بندیکت 13 ممکن بود که تحت فشار کناره‌گیری کند و بعد دریابد که پاپ پیروزمند رومی به تنهایی صاحب تاج پاپی شده است. کاردینال‌های آوینیون وی بندیکت 13 را به درستی انتخاب کردند و به خواست خدا هرگز این مسند را واگذار نخواهد کرد. بندیکت تا 3 سال بعد در آوینیون پابرجا ماند، در حالی که رقبایش در پی کسب حمایت بیشتر برای برکناری وی بودند. سرانجام شارل ششم فرانسه با ونسلاس چهارم پسر امپراتور مقدس روم و شاه بوهیما ملاقات کرد. از آنجایی که ونسلاس رسما از پاپ روم بونیفاس نهم و شارل رسما از بندیکت حمایت می‌کردند، امید می‌رفت که این دو شاه بتوانند به توافقی برسند که هر دو پاپ را وادار به کناره‌گیری کند. این ملاقات در 23 مارس 1398 صورت گرفت و قاعدتاً باید رویدادی شگفت‌انگیز بوده باشد. ونسلاس میخاره‌ای بود که فقط صبح زود و پیش از آنکه درجه مستیش به اندازه‌ای برسد که با هر چیزی موافقت کند، میتوانست کاری جدی انجام دهد و معروف بود که چنان دمدمی است که یک بار آشپز خود را به دلیل آنکه خوراک با میل را نپخته بود در تنور آتش انداخت. شارل نیز که به دیوانه شهرت داشت، هنگام ورود دور جدیدی از بیماریش آغاز شد. در چنان اوضاعی حمله‌های ناگهانی شاه موجب می‌شد که لباس خود را بدرد، اساسیه را بشکند و از شناخت نزدیکترین کسان از جمله همسرش باز ماند. این حمله‌ها 6 تا 9 ماه طول می‌کشید و در این شرایط وی فکر می‌کرد که از شیشه ساخته شده و اگر حرکت کند می‌شکند. با ادامه جلسات نشانه‌های بی‌گفتگو
از حمله‌های جدید بیماری نمایان و جلسه مذاکره با شاه ونسلاس یکباره متوقف و به وقت دیگری موکول شد. بندیکت همچنان سرسختی نشان می‌داد. وی اعلام کرد: من مایل به وحدت کلیسا هستم، اما از آنجا که خداوند مقام پاپی را به من اعطا کرده است، به لطف الهی تا زمانی که زنده‌ام پاپ خواهم ماند و هرگز مقام خود را به فرمان شاه، دوک، کنت یا هر قرارداد یا دادگاهی واگذار نخواهم کرد. دیپلماسی به روشنی شکست خورده بود. شارل حمایت خود را از بندیکت قطع کرد و کاخ پاپ را در سپتامبر 1398 تحت محاصره نظامی قرار داد. اما بندیکت مکار با ذخیره‌سازی 3 ساله شراب، غلات، گوشت خوک، روغن و دیگر مایحتاج خود را آماده کرده بود. با قطع حمایت دیگر کشورها و ملت‌ها، موجودی هیزم در کاخ پاپ به پایان رسید و چند تن از کاردینال‌های باقی مانده برای بندیکت سعی کردند که فرار کنند. اما بندیکت هنوز از جایش تکان نمی‌خورد. بندیکت طی 4 سالی که ریش خود را بلند کرده بود، چون سوگند خورده بود مادامی که در حصر است ریش خود را نتراشد، یک ارتش سری مرکب از 400 فدایی تشکیل داد. یک شب با لباس مبدل در حالی که فقط یک صندوقچه به همراه داشت تا با آن مراسم عشای ربانی برگزار کند، فرار کرد و به خانه امن در آوینیون پناه برد. آنجا گروهی شورشی از اشراف فرانسوی مخالف شاه از وی استقبال کردند. بندیکت در آن زمان 80 سال داشت. فرانسویان خشمگین به شدت و با عباراتی تند از بندیکت 13 انتقاد کردند. یک دکتر الهیات درباره او گفت: بندیکت بوسیدن ما تحت یک فاحشه کثیف را به بوسیدن دهان پیتر مقدس ترجیح می‌دهد. بنابراین کمتر جای شگفتی بود که مسیحیان ساده از روحانیت نفرت داشته و از رستگاری نومید باشند. بندیکت بار دیگر گریخت و این بار به زادگاهش در آراگون رفت. در مارس 1409 10,000 کشیش و مقام کلیسایی و سفیران شاهان در شورای عمومی پیزا حضور یافتند و بندیکت و همتای رومنشین وی را همزمان تکفیر کردند و سپس پاپ تازه‌ای الکساندر پنجم را برگزیدند. هر دو پاپ منافق رسما رسوا شدند، اما هر دو از کناره‌گیری سر باز زدند. اکنون جهان مسیحی 3 پاپ داشت. یک راهب معاصر آلمانی این درماندگی عمومی را چنین توصیف کرد: پاپ که زمانی مایه شگفتی جهان بود، همراه با معابد آسمانی سقوط کرده است. دربار پاپ پرورنده همه نورسوایی است و خانه خدا را به یک بازار تبدیل کرده است. نشانهای مقدس به ارزانی فروخته می شوند. توانگران قدر می بینند. فقرا منفور هستند و کسی که دهش بیشتری دارد بهتر پذیرایی می شود. نخستین عصر در دربار پاپ عصر طلایی است. سپس عصر نازلتر نقره و بعد عصر آهن است. آنگاه نوبت به عصر گل و خاک می رسد. از این بدتر می توانست بشود؟ کثافت، و دربار پاپ در این کثافت جلوس می کند. همه چیز روی به انحطاط دارد. دربار پاپ فاسد است و پاپ که خود سرکرده همه پلیدی هاست در کار طراحی انواع دسیسه های شرم‌آور است. حس سزاواری شخصی بندیکت چیزی کم از محشر نداشت. وی لازم می‌دید که چیزی هیجان انگیز در دفاع از خود به جهان مسیحیت عرضه کند. یک آرمان، یک جنگ صلیبی و هر چیزی که بتواند شاهان و اشراف را تشویق کند که حول دعوای پاپی وی گرد آیند. وی در جستجوی نمادی برای اثبات پرهیزگاری خود بود تا نشان دهد که وی منافع مسیحیت را فراتر از خودرأی لجوجانه‌اش می‌نشاند. پس بهتر که این نماد نمایشی تر باشد. در وطنش اسپانیا راه حل آشکارا برابر چشمان وی بود: تغییر مذهب یهودیان آراگون. اگر یهودیان از صحنه اسپانیا نه از راه نسل کشی، یهودی کشی یا اخراج که با مسیحی شدن ناپدید می شدن، پس چرا این کار خیر صورت نگیرد؟ این فرایند به لطف نسل کشی های 20 سال پیشتر و تلاش خستگی ناپذیر دوست
و اعتراف نیوش وی راهب درویش وینسنت فرر کاملا در جریان بود و غسل تعمید در اسپانیا موجب خوشایندی بسیار در دیگر نقاط اروپا میشد که مردمانش از جهان چند فرهنگی آن سوی پیرنه هراسان و بیزار بودند. اکنون زمان مناسب بود. فشار جدید برای غسل تعمید یهودیان ابزاری کامل برای جنگ با دشمنان بندیکت بود. ابتکاری که می توانست مسند پاپی وی را حفظ کند.